در شهر خوجند بخش سغدی مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان رسما به فعالیت آغاز کرد. در روز افتتاحی مرکز معاون رئیس ولایت سغد انور یعقوبی، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان خورشیدی قادر، معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده و مهمانان از دولت‌های خارجی اشتراک داشتند. معاون رئیس ولایت سغد انور یعقوبی سخنرانی نموده تاکید کرد که تشکیل این مرکز برای رشد ساحه صاحبکاری در کشور و جلب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مساعدت خواهد کرد. دستگیری لایحه‌های افضلیت‌ناک دایره‌های صاحبکاری، دستگیری لایحه‌های جوانان، صاحبکاری جوانی، استارتاپ تهیه و معین شده کاربری را آغاز کرده ایستادند و ما می‌خواستم از نام محترم رئیس ولایت رجب احمدزاده، از نام مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سغد، تمام تشکیل کنندگان، کارمندان مؤسسه دولتی را هم در سطح جمهوری و هم در سطح ولایت با این روز فیروز تبریک و مبارکباد نمایم. وظیفه اساسی بخش سغدی مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان در شهر خوجند این منتظم برگزاری مشورت‌ها، برنامه‌های اینکوباسیونی، ترینینگ‌ها و دیگر چاره‌بینی‌های آموزشی بین صاحبکاران محسوب می‌شود. سردار شعبه مؤسسه مذکور در ولایت سغد دلشاد خالمتوف میگوید گشاده شوی مرکز امکان می‌دهد که صف صاحبکاران از حساب جوانان زیاد کرده شده در سمت رشد فعالیت کاری آنها باز هم کاربری کرده شود. در مرکز اینچنین صاحبکاران و اشتراکچیانی که لایحه‌های صاحبکاری خود را آماده می‌کنند امکان دارند در تالار مخصوص آموزش و عاید فعالیت کاری خود محاکمه‌ها گذرانند. در مدت 3 ماه از طرف کنسولتانت‌های ما مشورت‌های ضروری را می‌گیرند و لایحه‌ای پیشنهاد نموده خود را صیقل داده همچون صاحبکاری فعال به دولت خدمت می‌کنند. هدف از تشکیل مرکز این بلند برداشتن فرهنگ صاحبکاری در تاجیکستان، رشد این ساحه و صاحبکاری زنان و بانوان در کشور ارزیابی کرده می شود. فراهم آوردن شرایط مساعد برای عملی گردانی غایه‌های نو و اقدام‌های صاحبکاری نیز از هدف‌های اساسی مرکز به حساب می رود. خورشیدی قادر، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان تشکیل کنندگان مرکز را با افتتاحی رسمی تبریک نمود و تاکید کرد که سال‌های اخیر توجه حکومت جمهوری نیز به رشد صاحبکاری و دستگیری صاحبکاران جوان خیلی زیاد شده، اقدام‌های صاحبکاران از جانب مسئولین همه جهت دستگیری کرده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستگیری همه جانبه رشد بخش خصوصی اهمیت خاص داده، منتظم در برآمد و واکنش‌های خود با نمایندگان مقامات دولتی و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران بهره بلند برداشتن ملکه کسبی صاحبکاران، هوسمندگردانی استحصال کنندگان و صادرات کنندگان و جاری نمودن اصولهای نو و انوواسیونی پیشبرد صاحبکاری دستور سفارش‌های داخلدار را می‌دهند. همکاران بخش سغدی مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان در شهر خوجند این برنامه رشد سازمان ملل متحد اگنتی همکاری‌های بین‌الخلقی ژاپن بوده در سمت عملی کنانی لایحه‌های صاحبکاران از جهت مبلغ‌گذاری مرکز را دستگیری می‌کند. نمایندگی مرکز باشد در 4 منطقه کشور فعالیت خود را به راه مانده است. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.